خدمتتون عرض میکنم خواهرزاده روزبه اینجا اتاق داشته؟ بله. اسمش چیه؟ خاتون امروز هم با یه بساطی از اینجا رفت. پس این به این معنی نیست که تو جلساتشون تو همه جلسات که روزبه با فخار داشت خاتون هم بود. اصلا فخار همش خاتون رو میبرده. یه قری دادی میخواستی من نفهمم گل بردی برای خانم خاتون. کی گلو داد بهت؟ بگو. رضا فخار. دیدین وارد هتل شده. تاریخ دقیقش استوار سرهنگ ملکم. برو دوسیه ها رو نگاه کن ببین اون روزی که اون گروبان انگلیسی کنار جاده قزوین تیر خورده کی بوده.